سلام و درود خدمت همتون. حالتون چطوره؟ تکاور هستم و امروز اومدیم با یه ویدیوی بام. درآمدزایی از آپارات، اینکه چجوری میشه از آپارات درآمدزایی کرد، اصلا ارزش داره بخواید مثلا شما به تو آپارات پلن بچینید، ویدیو بچینید، خوب ویو میخوره یا نه فلان و بسان، و اینکه درآمد خودم چقدر حالا بهتون نشون میدم توی آپارات. من توی آپارات نزدیک 8 خورده سابسکرایب دارم و داره میره تو 10K و توی یوتیوب هم نزدیک که 500 تا داریم میشیم 1000 تایی. به سلامتی بعد سالیان سال داریم به یه جایی برسیم خدا بخواد، و اینکه خب فکر کنم تنها یوتیوبری هم باشم، تنها یوتیوبر آپاراتی باشم که خیلی دیر داره میرسه یه جایی. خیلی من حقم خورده شده توی مدت. میتونم بگم مثلا چنل یوتیوب من 2016 زدم، خب از 6 سال پیشم دارم ویدیو میذارم. اونقدر که باید حمایت نشد و خودم هم نخواستم مثلا از کسی هم بخوام، نه کسی کمک کرده تا اینجای کار که اومدم، و نه تنها کمکی نکردن، تازه خواستم من هم زمین بزنم تو این مورد. ولی خب ما میگیم بالا کاری به بقیه نداره، همیشه ویدیومو میذارم و همیشه هم پیش به چشم و پیشرفت خودم داشتم، مثلا کاری به بقیه ندارم، سعیم نمی‌کنم خودم قاطی کنم تو این مورد. و اینکه حالا در مورد آپارات از درآمدش اینکه میصرفه یا نه، اگه شما ریسرچ بزنید تو گوگل معمولا میبینید که درآمد آپارات زده بین 30 تا 100 هزار تومان به ازای هر بازدید، هر هزار بازدید. و خب این یه آمار فیکه، همین الان بهتون بگم، چون الان من مثلا دارم تولید محتوا میکنم، با چهره هم دارم میام. من یه بارم به درآمد از آپارات رسیدم حدود 2 سال پیش، چون وبکم همین تصویر خودم نبوده. آپارات گفته داشت ما قبول نمی‌کنیم تولید محتوای گیم تو، و اصلا به عنوان چیز حسابش نکرده. و خب با آپارات هم خیلی گیر میدم، میگن حتما باید وبکم باشه، شما حتما باید وبکم داشته باشی که بخواد درآمد گیمینگت فعال بشه تو برای تولید محتوا. و خب مجبور شدم حدوداً 100 خورده ویدیو، نزدیک 150 تا 160 ویدیو پاک کنم و دوباره از نو ساختم. یا خیلی سختی کشیدم من تو این سالا. ممنون میشم ما رو با کامنتاتون. حالا اگه ویدیو رو میبینید لایک کنید، کامنت بذارید، زنگوله بذارید. و من الان درآمد خدا قشنگ چنل من بهتون نشون میدم. خیلی من رو تامنیل تصویر شاخصم خیلی کار کردم، یعنی بهتر از هر کسی دیگه ای میتونم بگم تو یوتیوب آپارات سعی کردم یه ویدیو تمیز بذارم. شاید ویدیوام زیاد ادیت نزنم، ولی خب تامنیلام واقعا خودست تو این مورد. و اینکه بذار چنل من بهتون نشون بدم، زیاد رو این صفحه قفل نباشیم بچه‌های گل. و خب این هم هست که بهتون بگم که آپارات خیلی گیر میده تو مورد درآمدزایی. خیلی من درآمدزاییش باز بشه، کلا باید به یه درآمد برسیم. مثلا تو 3 ماه باید 3000 تا واچ تایم داشته باشیم تو این 3 ماه که درآمدت فعال بشه. بعد تازه حالا 1000 تا با هر 1000 تا بازدیدی که بگیری. خیلی خوب نگاه کنید، این چنل منه. خب من بزنم داره میاد. آره اوکی، خب مطمئن بشم بچه این چنل منه. تکاور سرچ بزنید تو گوگل هم میاد برای تکاور فری فایر، تکاور تامنیلام قشنگ خدای قشنگ می‌بینید. سعی کردم یه چیز تمیز در بیارم، تولید محتوای اوکی با تصویر و وبکم. حالا اون مثلا چند تا ویدیوی اخیرم زیاد اونچنانی ویدیو نخورده بالای 1K، نه با اینکه تامنیلام خیلی خوب در آوردم. ولی خب مثلا پایین تر، چون معمولا هم دیلی هستم، یکم طول میکشه تا بیام خوب به ویو بخوره، بره بالای 100 تا 200 تا یا هر چیز دیگه. و اینکه مثلا من ویدیو داشتم همین الان 1K، مثلا اینجا این نزدیک 1K، اینجا نزدیک 3K، 5K، 6K، اینجا هم بازم داشتم ویدیو هم با چیز خوده اوکیه. و در مورد کانال هم که بهتون بگم، تو خود همین آپارات من سال 98 شروع کردم به ویدیو گذاشتن و جوین دادن تو آپارات. و خب الان من خودم هم سنمو پرسیدم چند نفر، من خودم 23 سالمه دیگه، دارم تو 24 سال. الان فعلا تعداد ویدیوهایی که تو آپارات گذاشتم گفتم من نزدیک 100 خورده تا ویدیو پاک کردم، 123 تا تقریبا 130 تا ویدیو گذاشتم تا اینجای کار. و خب بذار واچ تایمو
آمار بازدیدم هم بهتون اینجا نشون بدم. تعداد فعال کننده زنگوله هم که حدودا 3000 تا زنگوله دارم، نزدیک 8100 تا دنبال کننده. البته تعداد فعال کننده زنگوله تاثیر رو درآمد نداره، خب اینو بهتون میگم، فقط برای زودتر برای مخاطباتون ویدیوهاتون فرستاده میشه یا میاد برای نوتیفش. دیروز نزدیک حدودا 800 تا ویو داشتم، امروز نزدیک 270 تا، هرچند که تو ساعت 12 شب وقت داریم و خب تو این 3 ماه هم حدودا همچون آمار بازدید بدی نداشتم. یکم اینجا موقع مثلا که جنگ بوده اومده پایین، دوباره کشیدمش بالا. خب پدرم تو این تابستون در اومد، ولی خب دیلی ویدیو میذاشتم، من تسلیم نشدم تو این مورد. سعی کردم همیشه دیلی در بیارم و خب تامنیلای خوب زدم، خیلی کار کردم رو ویدیو. اصلا کردم ویدیوهای ترند و جالب بود، مخصوصا که من حالا مثلا معمولا من بیشتر فری فایر بعدش کال آف و پی اس سعی میکنم ساپورت بدن این 3 تا بازی. پی اس هم شاید ویدیو بعدین پی اس باشه، یه دونه هزار رایگان میتونی بگیری تو پی اس و خب شاید هم کال آف باشه. خیلی وقت نه کال آف ویدیوهاشون پی اس. و اگه اونایی که ما رو میبینید، من حتی میخوام حالا درآمد این ماه هم بهتون نشون بدم. خب قسمت اینجاش درآمد از طرح ویژه، خب حدودا من حالا چیزی که خودش پیش بینی کرده یه 200 تومانی در میارم تا اینجای کار، خب تا آخر ما. خب این قسمت حدودا 200,000 تومان، نمیدونم میبینید درآمد کل تا ابتدا حدودا 7,000 تومان مثلا چون این تازه یه هفته است شروع شده. و خب واچ تایم هم الان مثلا چیز هر 1000 تا بازدید برای منه که دارم تولید محتوا میکنم با این کیفیت، حدودا نزدیک 15,000 تومنه، نه 30,000 تومنه، نه 100,000 تومنی که مثلا خیلی ها میگفتن اینقدر درآمده. حس میکنم اونجا بیشتر تبلیغاته، هرچند که خودم حس میکنم درآمدش رو اینه که هر چقدر که تعداد بازدید شما بیشتر باشه، تعداد واچ تایمتون بیشتر باشه، این درآمد کل ماهتون هم اتوماتیک میره بالاتر. اینجوریه جریانش. و خب شاید هم تا مثلا 30-50,000 تومن هم برسم، ولی فکر نکنم حالا برسم. باید خیلی در بازدیدمو بیشتر کنم. حالا من این ماه هم ویدیو حتما میذارم، ماه بعدی هم بچه‌ها باز دوباره ویدیو میذارم که درآمدم چقدره. من چیزی برای چیز شدن ندارم، مثل کف دستم راحت بهتون نشون میدم خودم که درآمدم چقدره. و خب مثلا دیروز که جمعه بود، پنجشنبه ویو خوب میخوره، خب حدودا 13,000 تومن، دیروز 10,000 تومن ویو کمتر میشه، حدودا 700 تا ویو خورد. مثلا امروز که دیروز که 800 تا ویدیو خورده بودم، یه حدودا 14,000 تومنی داده بود. یه درآمد طرح ویژه‌ای هم داره که خیلی کم، اصلا نو چیزه. و آپارات نمیدونم چرا اینا بیشتر نمیشه برا من. اگه حالا آپارات دارید میبینید بیاد کامل ببینید این چجوریه. و از نظر خودم بچه‌ها حس میکنم که آپارات صرفا برای کله گنده ها ساخته شده، اونایی که مثلا چنلشون بالای 200-300 هزار تا، اونا تقریبا واچ تایمشون بیشتره. یعنی آپارات حس میکنم اینجوریه که تو بازدید روزانه تو بیشتر کن، مثلا 2,000 تا 3,000 تا بنداز توی روز، ما درآمد چیزتون هم بیشتر میکنیم. RMP که داره رو این منطقیه، حس میکنم اینجوریه، حس میکنم. البته من هفته اولمه که حالا چیز میکنم، ماه بعدی هم حتما بهتون میدم و ما چنل ما رو داشته باشید، حتما منتظر باشید تا ویدیو بعدی بهتون بگم حدودا درآمد ما چقدر میشه یا چقدر خواهد بود. پس این از کل آپارات و ممنون که تا اینجای کار ویدیو ما رو دیدید. چنل حتما دنبال کنید، زنگوله یادتون نره. فعلا بدرود، خداحافظ.